سلام. خوش اومدین به یه پرونده جنایی دیگه با جنایت. امشب قراره با هم بریم سراغ یکی از مرموزترین ناپدید شدن‌های آمریکا. داستانی که از 20 سال پیش هنوزم هیچکس نتونسته معماشو حل کنه. زمستان سال 2004، برف، سکوت و یه جاده باریک وسط جنگل. یه دختر 21 ساله به اسم مورا موری پشت فرمون ماشین توی این مسیر دیده شد. چند دقیقه بعد صدای تصادف. ماشین پیدا شد. ولی مورا انگار توی هوا غیب شد. همه چیز از همین روز شروع شد. ساعاتی قبل دوربین‌های ATM نشون میدن مورا داره $280 نقد میکشه. بعد نوشیدنی‌های مختلفی میخره و فرم‌های خالی گزارش حوادث را هم همراهش داره. انگار داشت برای یه سفر عجیب آماده میشد. سفری که هیچ وقت ازش برنگشت. وقتی پلیس به محل حادثه رسید، یک ساترن مشکی مدل 96 بود با شیشه شکسته و کیسه‌های هوا باز شده. قفل شده بود. داخلش یه بطری خالی، جواهرات، لوازم آرایشی، یک کتاب کوهنوردی و نقشه‌هایی که به سمت ایالت ورمونت هدایت می‌کردند. روی برف‌ها هیچ رد پایی نبود که به جایی برسه. فقط سکوت. خانواده‌اش میگفتن مورا روزای قبل عجیب رفتار می‌کرده. به استادش گفته یکی از عزیزانش فوت کرده، اما این واقعیت نداشت. انگار دنبال بهونه‌ای بود برای ترک دانشگاه و یا شاید حتی دنیای روزمره‌اش. ولی چرا اینطور ناگهانی ناپدید شد؟ بعضیا میگن آدم ربایی بوده. بعضیا هم میگن خودش خواسته فرار کنه. حتی یه چاقوی خون‌آلود هم پیدا شد. ولی پلیس به هیچ نتیجه علنی نرسید. تا امروز هیچ کس نمیدونه پشت این پرونده چه رازی خوابیده. 21 ساله که این جاده هنوز راز خودش رو نگه داشته. شاید مورا جایی زنده باشه. شاید هم نه. اما چیزی که مسلمه اینه که هر بار از این داستان حرف میزنیم یک نفر به جمع آدم‌هایی اضافه میشه که دنبال جواب هستن. ممنون که تا این لحظه با من بودین. اگه این داستان براتون جالب بود حتما نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسید تا با هم تئوری هاتون رو بررسی کنیم. تا پرونده بعدی، بدرود.